آقا سلام، خیلی چاکرم. ایشالله که روز خوبی داشته باشین. میخوام یه جیمگیری سقف ساده رو بهت توضیح بدم. جیمگیری سقف فکر کنم الان کارباشا دارن میزنن 500,000 تومان با 6 تا ستون. ولی خب یه کاری بهت بگم، خودت سقف تو بزن 500,000 تومان تو جیب خودت باشه دیگه. غیر از اینه مگه؟ من خیلی دوست دارم که پول بره تو جیب همزبون خودم، یعنی کمتر هزینه کنه بابت ماشینش، خودش زحمت بکشه اون پولم بذاره جیبش. پس بریم که داشته باشیم. با چی تمیز کنیم؟ مواد نانومه که میتونی مثلا رایت هم داشته باشی، بریزی تو رایت بپاشی به سقف. 2 تا دستمال تمیزه، آخرش هم 2 تا دستمال شیشه. با دستمال شیشه که کار کنی خیلی بهتره. میدونی چه بهت میگم؟ با دستمال شیشه که آخرش بکشی سقفو خیلی برق میندازه، تمیزتر میکنه. این 2 تا دستمال هولیه هم باعث مثلا کشیدن و خط نیفتادن رو سقف و اینا میشه. خیلی هم راحت میشه باش کار کنیم. این دستمال تمیزه، چون خودش به دستان ماهی که میخوره قدرت پاک کنندگی روش هست. آجی میخوابی رو صندلی عقب، دستتو میکشی. وقتی که تسلط داشته باشی و بخوابی رو صندلی، همه جای سقف رو میتونی بزنی. و همین روش این کناری ها این ورو همه جا دستمال میکشی. حالا من این کار رو انجام میدم، مابقی کارم میذارم برات. خیلی راحته.